سلام بینندگان تلویزیون پایتخت. با آمدن فصل بهار شهرمان، شهر عزیزمان، شهر دوشنبه خیلی هم آباد و باز هم زیباتر به نظر میتابد. در نزدیک ما عید جشن خیلی عزیز ملتمان عید نوروز را جشن میگیریم و امروز در زبان هر یک شهروند پایتخت، در زبان هر یک شهروند جمهوری، از آن که جشن ملی ما جشن بین المللی شد، عید نوروز، شادی سرور دیده می شود و وابسته به همین ما امروز به صحبت یکی از اون شخصانی که من باور دارم که هر یک شما خوب میشناسید، محترم ملا ظهور طاهری را دعوت کردیم. ما میخواهیم در صحبت همین کس باشیم، چون که این کس چند روز پیشتر از سفری فدراسیون روسیه برگشتند و هر دفعه شما از صحبت‌های گذشته ما می‌دونید که هر دفعه که از سفر باز می‌گردند با یک نویگری، با پیام‌های خوش برمیگردند و من باور دارم که این دفعه نیز با چند پیام‌های نوروزی آمدند و پیش از همه شما خوش آمدید میگم و میگم که نوروزتان مبارک. اولا من همه شما دوست می‌دارم. بهار این فصل زیباترین سال هست، فصل عاشقان هست میگویند. برای چی آدم ها عاشق میشن؟ برای که تمام رستنی ها از خود روغن های افیری جدا میکنند و یک متدی تبابات است که با واسطه روغن های افیری آدم های تبابات میکنند. اروماتراپی میگوییم، یعنی که با واسطه دوخی و دیگر این خود طبیعت جدا میکنند. من امروز بینید که تمام درخت ها سیب، زردآلو، آلوچه، بادام گل کرده است. همون روغن های افیری آنها در فضا پهن میشن و ما نفس میگیریم. بعد خودمون بسیارتر نفس احساس میکنیم. بعد از سر نفس جوانی یاد میبریم. جوانا باز عاشق‌تر میشوند و تمام مردم تاجیک دعوت میکنم که هفته یک مرتبه به کوهستان روند، در لب دریا نشینند. همین شرشری آب دریا، الله گوید بحر ما آرام کند عصب را، جوره بیا خواب نما. گفتم من یک شعر دیگه هم نوشته هستم که آواز آب زحمتی بیمار میبرد. مثلا آدم که در نزد آب شده یک صحبت میکند، از آب انرژی میگیرد و کتابی که من نویسنده بودم با نام آب از طلا هم قیمت است و اون از در عربی ترجمه با زبان تاجیکی است. به فکرم بعد عید نوروز این کتاب ها دسترس خوانندگان میگردن و بسیار هم خوب گفتید. اکنون میگردیم به سر مقصد، یعنی که توسط آن که ما جمهوری ما استقلالیت به دست آورد، ما خوب در یاد داریم که در دوره اتحاد شوروی جشن نوروز با چقدر عذاب، با چقدر دشواری‌ها جشن گرفته میشد و امروز توسط استقلالیت به دست آوردن ما جشن نوروز ما وسیع جشن میگیریم و اصلا با یک بار دیگه تکرار شدم میگم خوبیش آن است که امسال جشن نوروز جشن بین المللی شد و وابسته به همین شما من خواهش میکردم که آن پیام های نوروزی که آن خبرهای خوشی که شما از سفری آخران آوردید خواهش میکردم برای بینندگان میگفتید. برای من تشکر. البته تمام قانون های بین الخلقی، قانون های جمهوری تاجیکستان شخص ها می نویسند، انسان می نویسد. چخیلی که گراکلین میگود دنیا در تغییرات هست و هر یک عصر، هر یک چندین ساله ها تغییرات ها میشد، قانون های نو میشد. مثلا قبلا عموما تلفن های موبیلی نبودن، ما از پشت آمده زنگ میزدیم، یا که از وای پیش عموما تلفن نبود. دنیا در تکابر، در انکشاف هست، نویگری ها زیاد میشد و چخیلی که نوروز ماه مارت عید بهار هست و موسم کشت کار هست. البته من این دستگیری از طرف تشکیلات های بین خلقی که این قرار رو در آوردن، البته هر یک عید این یک طرز تبابات است، خورسندی است. احساس خورسندی، خنده، شادی این انسان عمرش را دراز میکند و من تکرارم شاید پیشتر خوانده دادگی بودم که لفظ خوش گفتن خوش است، گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس حرف دوست راحت میکند، در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. و در آن کتابچه که من سالهای 93 چاپ کرده بودم با نام هر درد را دوایی است و این مثال ها عیناً هستند که ابروهاشان شاد شود استای مستا با واسطه همون حجب و چیز آدمای تبابت میکردن و من بیمارای بودن که عموما نمیخندیدن، بعد همون صحنه‌های اونا تماشا کردن شفا یافتن. از تجربه های خودم این را گفتم
بنجه شما سوال کردید که من مدت 40 روز در روسیه بودم، از آن جمله در شهر سن پترزبورگ، مسکو و هر سفری من برای آموزش میروم. مثلا در مدت 40 روز من در 3 کنگره بین الخلقی در روسیه اشتراک کردم. در سیزد الیت طبیبان خلقی روسیه در شهر سن پترزبورگ بهترین عالمان که در ساحه گیاه‌درمانی برناولوف، انوفیروف، کورسون از آن جمله منم در آنجا برآمد کردم که این یک افتخاری من نیست، افتخاری ملت تاجیک است. در آنجا برآمد کرده از جمهوری تاجیکستان گفته که معرفی کردن، این تمام جمهوری رو در بر میگیرد. و من سالهای آخر با روسیه زیش همکاری دارم که چون که در آنجا علم خیلی خوب دستگیری میکنن. خیلی که خوب میدونید ما حاضر در روسیه 2 دوره که انتخاب کرده بودیم، فیرولخیت دکتر طاهری، زمش دکتر طاهری، الکی مدتی 3 سال است که در کلینیکای روسیه خیلی وسیع استفاده کرده شدند. و پیش از آمدن من ما 4 مارس یک شبی ایجادی گویا دورهایی که من اختراع کردم در روسیه پرزنتاسیون بود و در آنجا یک گروه کارمندان از بیمارخانه کاشیرسکی میگن انکولوژی، همین بیمارایی که سرطان دارن توفی اونها رو میگیرن، از توف بیلوکی همون معاینه میکنن، بعد همین داروهای میتن که چخیل یاردم میکنن، تاثیر میکنن. در حقیقت وقتی که بهم گفتم من خودم در حیرت موندم که همین 2 داروی ما یعنی که همون فیرولخیت قبول کرده با واسطه زم از بالاش آب کرده مینوشن، همون حجره‌های محکم میکنن، دیگه متاستاز دیگه باید دویده نمیتونن، زیاد شده نمیتونن و آهسته آهسته در همون جای خودشون قاق شده میرون. این برای من مثلا یک جهان دیگه بود که یک همین اختراعات من امروز روز به روز وسیع شده ایستاده است. چطوری که اینجا میدونه در شهر سن پترزبورگ من یک همین کتابچه مایدکی ما با نام فیرولا لیچ اوب خالی عملاج تیله در اساس 6 دیسرتاسیایی که در دوره سویتی آدم ها کاری علمی کردند چاپ شده است و در این با بعضی داروهایی که من نو اختراع کردم از آن جمله از هزارسپان با خیتازان یعنی عضوهای خرچنگ، از ویشون با عضوهای خرچنگ، اینها در استادی آموزش هستند. از آن جمله یک مقدار من برای در کلینیک‌های شهر دوشنبه هم که دکترای ما هم استفاده کنند، فکر و عقیده‌های خود را گویند آوردم برای سنجش. و از آن جمله ما یک کرم برآوردیم با نام کرم خوشرو و قبلا من برآوردم، خیلی صفت خوب نداشت و وقتی که من کافته همون تشکیلات هایی که با این استحصال خوب دارن یافتم و الکی این کرم در روسیه یا مهلت کوتاه خیلی بین کاسمتولوگ با شهرت پیدا کرد. همون آجینک های روی تیز نیز میکند. اصلا من بسیار چیزای در خودم استفاده میکنم. بعضا مثلا همین زیر چشمون من تار همینجا آجینک ها میفرمونم. بعد یک هفته وقتی که من این استفاده کردم و یا کشیده شدن قریب که همون چیزا باز دیده استفاده خیلی کم شدگی. انسان باید نسبت سلامتی خود غمخواری کند. ما اگه پایده شینیم که دکتر منو طبابت میکند، این طرزی تماما نادرست است. هر یک انسان برای خود او طبیب است. اگر ما نسبت سلامتی خود غمخواری کرده هر روز 5-8 کیلومتر راه کردیم، رجه نوشیدن آب استفاده کنیم، رجه مناسبت بین یکدیگر که مثال کینه نگیریم، عداوت نکنیم، بخیلی نکنیم، اما آدم‌ها دراز عمر میشن، سلامتیشون خوب میشه. و من نقشه گذاشتم در نزد خود که مثلا در طول 2 سال حدودی با 10 داروهای نو دیگری تاجیکی اختراع کنم، بعد یک زواد کلان در تاجیکستان ما سازیم از همین اختراعاتی که مثلا من از جهت علمی در روسیه کردم اقتصاد جمهوری برداریم. از آن جمله مثلا سنگ سرمه، ما اینم سنگ سرمه برده تحلیل کردم، اسپکترال آنالیز که 53 ماکرو میکروالمنت دارد، مردم ما در چشم استفاده میکنند. حاضر ما در استادی همین آموزش هستیم که از این ما ماز بروریم، کپل بروریم یا که همچون توش برای چشم بهتر کردن. برای اینها وقت در کار و لابراتوارهای روسیه مثلا من هر آن فایده که به دست میبیارم با برعکس برای علم صرف میکنم. از روی قانون گیریم باید حکومت جمهوری تاجیکستان همون برای علم مبلغ‌ها جدا کند، ما دستگیری کنیم. من در همین شب روز الکی عموما اختراعات‌های من به 17 رسیده است، از آن جمله چای‌های طبابتی، دهنمو چای خوشبو و وقتی که ما استحصالات جاری کرده توانیم البته صاحب کاری زیاد میشیم. اگر یادتون باشه در ملاقاتی که 15 ژانویه با پرزیدنت بود، من اونجا یک پیشنهاد کرده بودم البته که
қарори 170 خیلی سست عملی شده ایستاده است، برای اینکه سالهای قبلا کمیته‌های جنگل گیاهای جمع‌آوری میکردن، ما خریده میگرفتیم، ما مثلا زمین نداریم و اگر وقتی که اونها همکاری کرده همین جمع‌آوری گیاها مشغولشن چیز کنن ما استحصالاتمون نیم، البته اقتصاد پیش میره. و در دوره تابستان وقتی که من از روی مشاهده خودم معاین کردم، اکثر حتی بچه‌ها بعد صنف 10 روسیه برای مردی کار میروند، در دهات‌ها قریب که مرد تماما کم است و برای پیشنهاد کرده بودم که همین دانشجوی انستیتوت طبی بخشی مثلا داروسازی، دانشگاه اگراری، دانشگاه ملی بخشی بیولوژی دیگر چیز، بعد خوانندگان صفهای بالایی نهم دهم با همین جمع‌آوری گیاهای شفابخش وابسته کرده شوند، برای که هر یک تیم حساب میونه اگر 500 کیلوگرم جمع‌آوری کند حساب میونه 230 هم اگر یا گرانگا البته یا مبلغ برای آنها میشه. دویمش ما همینا گرفته استحصالات مونده با داروهای عادی ترین نرخ ارزان قطعی بیمارای تبابت کردن ما ممکن است. برای همین ما مثلا حاضر یک در نزد اساسیاسیون با قرار حکومت از 3 فوریه قرار رقم 30 ما دستگیری کرد حکومت جمهوری تاجیکستان کنگرسی 4 بین الخلقی در موضوع گیاه درمانی برگزار میکنیم و اکثر شما خبرتان هست که ما 3 کنگرس دعوت کردیم و پیشنهاد عالمای با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده بودیم، از آن جمله قانون درباره طب خلقی برآمد، من قرار 170 برآمد برای کارکردگی شفایی و امروز ما حدود 300 دعوتنامه با مردمی که در روسیه بودم در اونجا حتی با اسرائیل بچه‌ها بردن دعوتنامه که اونجا آدم‌ها میبیان، با ایران، ارمنستان، این واقعی هر یک ملاقات این یک ایده نو میشه، یک پیشروی میشه، باید که ما اینو دستگیری کنیم و ما اینجا وزارت تندرستی، اکادمی فنها، اساتید ما در یک جای وقتی که ما علم عمل و تطبیق میکنیم حتما اقتصادیات پیش میره. من در روسیه ببینید در یک مدت 40 روز من فقط در 3 کنگرس بین الخلقی اشتراک کردم و یا هر سال با 1 تا 2 تا کنگرس هر یک سایه خودش 2-3 کنگرس دعوت میکند، فکرهای عالمای میگیرن در عمل تطبیق میکنن. من وقتی که ما همون 3 کنگرس گرفتیم علاقه چندین طبیبای خلقی هم اینجا اومدن، یک از اکادمیکای روسیه اومدن یک چیز آموختن، بین خود رابطه ها پیدا شد و من یک روبای دیگه هم نویسندگی بودم که آدمان را دوستی پرزور کند، در همه روی جهان مشهور کند، دشمنی ویرانکاری عالم است، آدمان را خار و زار و کور کند. همین مردمی ما با یک گین، البته این آینده ممکن تغییر شد، گین بخیلی هست، بدبینی هست، باید ما اینو از بین بریم. هر یک کس یا نوگیری کرد یا اختراع کرد، ما باید فخر کنیم که ملت تاجیک یک تا داروی نو برآورده است. تا که مثلا ما از خطای میبیاریم، مثلا از روسیه میبیاریم، حالا که ما در همه چیز داریم، فقط برای چی پیشروی نیست، یک بدبینی هست، بعد متحد شوی نیست. هر یک کس مثلا یک عنوان عالمی میگیرد، دکتر میشد، اکادمیک میشد، با همین گرد اطراف وای محکم میشد و همین یک کبر قطعی که من مثلا پروفسور هستم، اکادمیک هستم، نه که در عمل یگان استحصالات نیست. علمت با عمل چیار گردد، گردی تو 1000 گردد. وقتی که ما روز چهارم در یکی از قهوه‌خانه روسیه، یعنی همون پرزیدنت هست گرزونده، من این خانم رئیسی اساسیاسیون بیزنس پالیتیکی روسیه رایفسکی، سوفیا رایفسکی که خیلی برآمده خوب کرد، حتی با چای‌هایی که من در روسیه برده بودم استفاده کرد و آنها خواهش کردن که مثلا ما همین چای‌های تبابتی باز براریم. من در همونجا یک تاجیک بچه حکیم جان، خودش تاجیک از شهر سبز تولد شدگی در ازبکستان، در روسیه کار میکند، حسی ملی بلند تاجیکی دارد، در همینجا مثلا روباب دوتا رو چیزای ماندگی و 23 فوریه دیاسپورای تاجیک ما در آنجا جمع شدیم. خیلی صحبت خوب شد، بین یکدیگر ملاقات کردیم، چه خیلی به جمهوری تاجیکستان مدد کردن در کار، کمک کردن در کار. پرزیدنت هم در یک برآمد خودشون گفتن که من میخوام که تمام مردم تاجیکی در تمام دنیا هست ثروتمند شود، ثروتمند شد آماده وطنی خودش آباد بکند و از آن جمله من هم مثلا در ناحیه عینی یک سناتوری ساخته ایستادم برای 30 نفر